سلام، امیرعلی خراسانی هستم. برای شروع این چنل خیلی کمالگرایانه داشتم برخورد میکردم، اما با خودم گفتم بهتره که هر طور شده فقط استارت رو بزنم. هر ویدیویی شده، حتی فقط این ویدیو رو دارم میگیرم که حرف دلم رو بزنم، یه حرفی بزنم راجع به احساساتم، راجع به افکارم، که فقط بتونم استارت یوتیوب رو بزنم. همیشه یوتیوب رو خیلی دوست داشتم، ولی الان تصمیم گرفتم که استارتش رو بزنم بدون کمالگرایی و اومدم اولین ویدیوم رو بگیرم. وقتی که میخوام فکر کنم به این که چه ویدیویی بگیرم، هدف چنل چی باشه و اینکه با چه ویدیویی شروع کنم، چجوری ادامه بدم، خب ایده زیاده. خیلی ایده ها توی ذهنمه. منتها انتخاب کردن ایده برای من کار سختی بود و این خودش یکی از دلایلی بود که من یوتیوب رو شروع نکنم. تصمیم گرفتم یوتیوب رو شروع کنم با یک ویدیو، همین ویدیویی که دارید میبینید، و بعدا شروع کنم به گذاشتن هر ویدیویی که ایدهش همون موقع به ذهنم میرسه. خیلی بدون کمالگرایی اومدم جلو، خواستم که شروع کنم. خب مهارتایی که من دارم و میتونم ازشون استفاده کنم و محتوای ارزشمندی رو بتونم خلق کنم، امیدوارم که همینطور باشه. خب من برنامه‌نویسی کار کردم، گرافیک کار کردم و خیلی به حوزه تکنولوژی علاقه‌مندم. به ای آی، هر چیزی که مربوط به تکنولوژیه، دستگاه‌های مختلف، زبان‌های برنامه‌نویسی، هر چیزی که تکنولوژی توش استفاده شده باشه خیلی بهش علاقه دارم. خب میتونه موضوع ویدیو اون سمتی بره. ساید دیگه ای که میتونم ویدیوها رو ادامه بدم، کارهاییه که خودم برای شخصیت خودم میکنم. من یک شخصیتی که دارم اینه که همیشه با خودم بررسی میکنم چه احساساتی دارم، چه افکاری دارم، چه کار کنم احساس بهتری داشته باشم. نه اینکه احساس بهتری، چیکار کنم که درست احساسات خودم رو درک کنم، چیکار کنم که افکارم رو تنظیم کنم، افکارم چطور باشن، احساساتم چطور باشن، چطوری فکر کنم و هر چیزی که مربوط به درون خودم باشه. خیلی آدم، نمیدونم کلمش رو چی بگم، شاید بگم خیلی آدم درون بینی هستم که خیلی درونم رو نگاه میکنم و بررسی میکنم. خب خیلی از این تجربیات یا نتایجی که بهشون میرسم در مورد این موضوع رو میتونم در قالب ویدیو توی یوتیوب آپلود کنم که خب برای خودم جالب توضیح دادن این موضوع. در کل نمیخوام این ویدیو زیاد طولانی بشه، فقط امیدوارم که انگیزه‌ای برای دیگران هم بشه این ویدیو، که بتونن فقط شروع کنن استارت یوتیوب رو بزنن. من یک عقیده‌ای که دارم اینه که محتوایی که دارم میسازم حتما ارزشی رو تولید کنه، اون محتوا ارزشمند باشه و بتونه برای این مخاطب هم موثر باشه و اثر مفیدی داشته باشه براش. که خب طبق این هدف و ایده هایی که به ذهنم برسه فیلتر میکنم و ویدیوهای خوبی سعی میکنم بسازم. چنل رو سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید. کمال گرا نباشید. خدا نگهدار.